اینکه الان تو بحث انتخابات این جریان شناسی تو ایام انتخابات به چه نحوه؟ یعنی یه وقتی هست ما میایم یک نفری رو میبینیم که ظاهر انقلابی داره، پایبند، وفادار به نظامه، اما تو عرصه تو عملکرد میبینیم که اصلا اینطوری نیست. یعنی گاهن دیدیم مثلا تو زمین دشمنم شاید بازی کرده. اینا رو چجوری میشه تشخیص بدیم؟ کنم که کشور ما برخلاف خیلی از کشورهای به اصطلاح پیشرفته که مدعی دموکراسی هستن، مردم به واقعیت نقش آفرینی دارن. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا می‌بینید در کشور مثل آمریکا که به بهانه دموکراسی و مردم سالاری به خیلی از کشورهای دنیا حمله کرده، یا انگلستان که خیلی از کشورهای دنیا رو متهم به نبود دموکراسی میکنه، انتخابات نقش مردم توش جدی نیست. یعنی با اینکه مردم موظفن در انتخابات شرکت کنن، مثلا در آمریکا باید از قبل هم ثبت نام کنن برای شرکت کردن، اگه نگن باید پول بدن، جریمه میشن و این حرفا اگر شرکت نکنن تو انتخابات. بله جریمه میشن. اما این مردم رأی میدن به یه نفر، بعد اون الکترال ها اونا رأیشون کسی دیگه، نخبگان اجتماعی رأیشون کسی دیگه میشه، بعد نظر اونها میشینه. یا در انگلستان در حقیقت باید مردم به یکی از کاندیدایی که دو حزب، آمریکا هم همینجوره، رأی بدن. این نیست که از کف میدان کسی بتونه خودش مستقل بیاد بالا. ما در کشور ما مثلا به قول شدیجایی یک کاسه فروش دوره‌گرد هم تا ریاست جمهوری اگر توانمندی داشته باشه و میتونه برسه. خب این از یه طرف برای ما یه فرصته. اینی که تو انقلاب اسلامی ما میگیم آقا ما حق عدالت سیاسی رو جاری کردیم، هر کسی میتونه یه شرایطی طی بکنه ولو باج به هیچ جناح و حزبی هم نده، بیا تا عالی ترین جای حاکمیت قوه اجراییه یا مثلا قوه مقننه بیسته. از یه طرف سختی‌هایی رو به دنبال داره. اون چیه؟ اونم این است که این افراد گاهی توسط احزاب خاصی کنترل نمیشن. یعنی این نیست که بگی آقا مثلا شما اگر این اشتباه رو بکنی حزب جلوی اشتباهات رو میگیره، این وجود نداره، مستقل میاد بالا. از اون طرف هم خب چرب و شیرین دنیا، از یه طرف اختیاراتی که قانون میده به نمایندگانی که انتخاب میشن، از این طرف نبود فرهنگ پیگیری، یعنی ما رأی میدیم بعد پیگیری نمیکنیم این آدم چه میکنه. اینا کنار هم پیش میاد مواردی، البته زیاد نیست مواردش، اما یه دونش هم مهمه. پیش میاد افرادی که با انتخابات مردم رأی میارن اما خلاف اون چی که قرار است عمل میکنن. این هم درمانش دستگاه نظارتیه. یعنی مثلا اگر یک کسی بیاد در جایگاه ریاست جمهوری این کارو بکنه، یه دستگاه نظارت به نام مجلس داره و دیوان عالی کشور که میتونن عدم کفایت بهش بدن. بله. یعنی میگن آقا مثلا مجلس قاضی عدم کفایت سیاسی داره، یا مثلا دیوان عالی بگه که آقا ایشون عدم کفایت قضایی داره و برکنارش بکنن. یا مثلا برای نمایندگان هم شورای نظارت بر نمایندگان در خود مجلس، هم خود مردم که این به این نفر رأی دادن میتونن مطالبه کنن و بعد هم انتخابات بعدی شورای نگهبان او رو مدیریت بکنه و اجازه نده بیاد در اون بازه‌ای که هست. بالاخره ولی این ضعف وجود داره. نکته مهم دیگر هم این است که جریان‌های نفوذی هم سراغ اینها میان. ما مثلا رئیس جمهور داشتیم که یه دوره خوبم کار کرده، به نفع نظام هم رفته جلو، کارکردش هم قابل دفاع کاملا. اما خب قرار نیست که اینقدر راحت کار کنه دشمنم کار نکنه، که کنارش نفوذی‌ها رو چیدن به جایی که الان میتونیم بگیم در مقابل نظام ایسته و این جریان نفوذ رو هم نمیشه ندیده گرفت. اینها هم از جمله جاهایی هست که چون عرض کردم اون جمله که اول گفتم، ما چون معارض داریم باید به این معارضات توجه، معارض بیکار نمی‌نشینن، انواع اقسام کارها رو میچینن تا بتونن این نظام رو دچار خدشه بکنن. اما مکانیزمی که تو نظام وجود داره حسنش به اینه که بالاخره اگر مردم رأی میدن به یک حزبی رأی نمیدن که من مثلا اهل باجدهی باشم، به یه حزبی باج بدم، برم تو حزب وارد بشم، باج بدم، بتونم بیام از طرف حزب معرفی بشم. مردم چاره ندارن، یا باید به این رأی بدن یا به اون رأی بدن. یعنی تو انتخابات لیستی مردم رأی ندن؟ تفاوت لیست و فردی رأی دادن رو باید به زمان بگذاریم. ببینید یه وقتی هست که اولا اگر مردم افراد رو میشناسن که نه لیستی رأی ندن، یعنی میگن من همه افراد کاندیداها اونقدر که لازمه میشناسم، مثلا در مجلس شورای اسلامی کرج باید به 2 نفر یا مثلا حالا اگر افزایش پیدا کنه به 4 نفر رأی بدم، میشناسم این آدم‌ها رو، خب رأی میدم بهش. یا مثلا در تهران من باید به 30 نفر رأی بدم، افرادشون میشناسم بهشون رأی میدم. یه وقتی که نمیشناسم، اونجایی که نمیشناسم این اتفاقای اونجا میفته. میگه چه بکنیم؟ میگه به معرفی کنندگان
نگاه کنید. ببینید آقا مثلا این جریان به اصطلاح اصولگرا یا انقلابی یا نمیدونم اصلاح طلب یا مشارکت یا امثال اینها، حالا حزب‌هایی که قانونی غیر قانونی بالاخره ایام انتخابات لیست میدن دیگه، نگاه کن ببین که تو سابقه این احزاب رو هم میشناسی، به اینا میتونی اعتماد کنی. من خودم اگه بخوام واقعی با شما حرف بزنم، پیشنهادم اینه که حد اکثر پرهیز از لیستی رای دادن بشه. یعنی خودتون لیستی رای نه من تا به حال که مجبور نشدیم، ان شاء الله وقت مجبور نشیم. دلیلش اینه که لیست ها وقتی میخواد تشکیل بشه احزاب با هم گفتگو میکنن، کلمه معامله رو نمیخوام به کار ببرم، رفت و آمد میکنن. در این گفتگو رفت و آمد گاهی افرادی حذف میشن از لیست نهایی که کاملا به درد بخورن و گاهی افرادی میمانند در لیست نهایی که اون افراد دیگه اینا رو بیشتر میشناسن، فقط این شناختنه آدم تو لیست نگه میداره. باز تاکیدم اینه که منظورم این نیست که مثلا رانت و باند و پول و اینا جابجا، اون شناخته. اینا در جریان اصولگراست. در جریان اصلاح طلب و زیر فصل‌ها و متصلای با اون که اصلا فضا چیز دیگری است. فضا جریان نفوذ اونجا موج میزنه. ما هم هر وقتی که اونها اومدن سکوهای رو به دست گرفتن، ریاست جمهوری، مجلس و اینها، قوقای نفوذی ها رو دیدیم که چه میکنن و گاهی پیشنهادات و قوانینی رو در کشور به دنبال تصویبش هستن که حالا تاریخ این صفحات سیاه رو راجع به اینها بیشتر توضیح خواهد داد. اما آدم با یه ذره هوش سیاسی باورش نمیشه کسی مثلا نماینده مردم باشه، مردمی که زخم خورده استکبارن و به دنبال افکتیف باشه، به دنبال CFT باشه، به دنبال پالرمو باشه، به دنبال BC باشه. اسنادی که از یک طرف امتحانشون تو دنیا پس دادن. مثلا شما برید ببینید انقلاب جنسی سند BC با انگلستان چه کرده. وزارت دادگستری انگلستان به عنوان کشوری که بهش کشور دوربین ها میگن، یعنی به طور متوسط شما از منزل تا محل کار 400 تا دوربین شما رو به طور متوسط رصد میکنه تو انگلستان. بله، کشور دوربین هاست دیگه. بعد اون میگه بعد از انقلاب جنسی در کشور ما وزارت دادگستریش میگه هر 5 دقیقه تجاوز به عنف داریم. یعنی بله، یعنی اون گناهانی که توافقی انجام میدن ولش کنید، تجاوز به زور هر 5 دقیقه اتفاق میفته. یا در آمریکا باز که این انقلاب جنسی رخ داده، پنتاگون میگه که در ارتش نداریم زنی که شاغل باشه مگر لااقل 3 بار بهش تجاوز شده. تجاوز. یا آمریکایی که 5% جمعیت جهان تقریبا داره، 25% زندانی جهان داره، 1/3 جرمشون تجاوز به زور و عنف و ایناست. خب این سند BC امتحانشو پس داده، رویای آمریکایی رو میخواد محقق کنه در دنیا دیگه. یا مثلا CFT و پالرمو، حالا به غیر از اینکه امتحانشون پس دادن تو کشورم اگر مصوب بشن، از فردا به غیر از عمده تشکیلات نظامی و امنیتی کل از دانشگاه‌های ما و مسئولیت کار هواپیمایی فضایی ما با جمع بشه. خب مگه میشه من نماینده این مردم باشم دنبال تصویب این قانون سرش دعوام بکنم مثلا؟ حالا اون جریان که اصلا منفعت‌های ضرب ضرر کشور رو گاهی ملاک قرار میده. یعنی گاهی شما نگاه میکنید میبینید که در یه جریانی که میاد از همین جریانات ریاست جمهوری رو به عهده میگیره، همین 2 دوره قبل، بله، در 5 سال اول که وزیرش افتخار میکنه که کار راجع مسکن نکرده و آجر نگذاشته، مستاجر کشور ما 2 برابر میشه. یه رکوردی که در عالم سابقه نداره کسی بتونه 5 ساله مستاجر کشور رو 2 برابر کنه و امثال اینا. حالا من راجع به اون طرف خیلی اصلا نمیخوام بگم، اونجا فضای لیست هاشون لیست های خطرناکه. این طرف که لیست ها معمولا لیست های مثبته، باز وقتی لیست تعیین میشه یه کسانی از تو لیست حذف میشن که شایستگی دارن. یعنی وقتی لیست میخواد بیرون بیاد، یعنی عملا میشه گفتش که احزاب هم سلیقه‌ای بسیار اینجوریه. حزبن دیگه. ما شهید بهشتی خدا رحمتش کنه یه دیداری با دانشجوهای موقع دارن، آسیب‌های حزب رو اونجا میگن. یکی از آسیب‌ها اینه که میگن که حزب و اهداف الهی حزب فدای افراد میشه. این هنوز احزاب ما این آسیب هست. یعنی گاهی شما میگه چرا فلانی رو دوباره بردید مثلا در مسند فلان قرار دادید؟ میگن فلانی بالاخره آبرو داره، آب بزرگه. مثلا میگه آقا مثلا 80 سالشه دیگه، الان مثلا نمیتونه حزب سیاسی رو بگردونه واقعا. یا مثلا این آدم در فلان صحنه این اشتباهات کرده. میگن بالاخره یعنی شما ارزش ها رو فدای افراد میکنید. این تو احزاب هنوز هست کم و بیش. عرض میکنم تو احزاب اصلاح طلب و وابستگان بهش که اصلا خیلی افتضاح، این طرف هم متاسفانه خیلی از وقتا دیده میشه، این صحنه دیده میشه.